توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. سلام ایکس شادیای عزیزه، گلم من فرشاد، اینجا استودیو ایکس شاد و در خدمت شما هستیم. اول 3 موضوع بهتون بگم: لایک، کامنت، شیر، به هر حال سابسکرایب. از یوتیوب داری میبینی سابسکرایب کن، از اینستا داری میبینی حتما فالو کن. نیاز به حمایت شما هست، حتما کامنت بذارین، بگین بیشتر از کدوم بخش خوشتون میاد، بخش های جدی مثل الان و بخش های فان و چیزای دیگه. قرار بود امشب بخشمون فان بشه، اما متاسفانه من داشتم توی یوتیوب میگشتم و یه چیزایی نگاه میکردم، برخوردم به یه چیزی که شما خودتون توی کاور تصویر دیدین، قبیله‌ای که کاملا لخت مادرزادن و در مورد این یه تحقیقی بشه و این مستند اصلیش رو به دست بیارن و اینا. یه ذره زمان یکی دو روز زمان بود، ولی چی شد که من به این حالا ایده رسیدم؟ داشتم توی یوتیوب نگاه میکردم، یه دوستی به اسم آقای علی که دارین میبینینش، یک مستندی که مربوط به یه چیزی اصلا خیلی قشنگه، یعنی در مورد یک قوم رفتن تحقیق کردن. حالا نقاط ضعف و عطفشو من روی تصویر براتون شرح میدم، تصویرها کاملا بدون سانسوره و امیدوارم که از الان که دارم ضبط میکنم بگم که یوتیوب کپی رایت برام نزنه. من خودم توی همین قاب میگم که این تصاویر مربوط به یکی از مستندها هستش و یکی از مستندسازها اینو ساخته. از 3 پارت تشکیل شده. پارت 1 من اصلیشو تونستم به دست بیارم، اون اصلا سایت ایرانی و اینا نیستش، شما نگرد، نیست، من میگردم برات پیدا میکنم، اون مشکل نداره. اما چی شد من دنبالش رفتم. یه چند ثانیه گوش کنیم. هر چیزی که در مورد لخت بودن تا حالا به شما گفتن خرافات و اینا ساخته انسان هاست. این یه بخش اولشو برمیگرده، میگه که آره اصلا لخت بودن هیچ مشکلی نداره، هویت آدم از بین نمیره. اولا یک انسان بخش اولی که چه توی اروپا، آسیا و آمریکا هستش، شما نشانگر شخصیتتون قبل از اینکه با شما برخورد بشه لباستون. اگه یه فرد کت و شلواری رو ببینین که اومده سر یه بیزینسی، یه معامله‌ای، خب بیشتر بهش اعتماد میکنین تا با یه لباس لش، یه لباس راحتی داخل خونه. و لخت بودنش که دیگه اصلا فقط حل مراد. حالا بخش دوم بشه. دوماً به شما گفتن که اگر مردم لخت باشن خدا از آسمون جرقه و سنگ میفرسته و همه رو نابود میکنه. اما این من اصلا تو بحث دینیش نمیخوام وارد بشم. این کاری که ایشون کرده یه بخشی هستش که مربوط به اواخر 1400 که یه جریان حالا میشه گفت زن زندگی آزادی توی ایران اتفاق افتاد. یه موج سواری این دوست عزیزمون کرد که بخواد لایک بیشتری بگیره. البته خیلی هم موفق بود، 1 میلیون بازدید داشت و اما کامنت هاش، حالا اگه خواستین میتونید به من بگین، من پارت 2 براتون بسازم. توی کامنت هاش فیدبک های خوبی نگرفتم. حالا بدون معطلی ایکس شاد 666 توی تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب سرچ کنین، همین صفحه میاد بالا. خیلی مخلصتونم، فرشادم. بریم بدون معطلی روی ویدیو، کاملا بدون سانسور. تا اینجا اومدی لایکو بکن تا بریم سراغش. خیلی مخلصیم، بریم رو سیستم.
The Ethoe have no need for us. They're happy, unhappy, depending on the day and the trials of each individual. They're humanly contradictory. جایی در دل طبیعت خاموش آمازون، دور از هیاهوی شهرها، دور از چشم انسان‌های مدرن، قبیله زندگی میکنه که انگار زمان براشون ایستاده. نه تکنولوژی میخوان، نه زبان ما رو میفهمن. نه با لباس زندگی میکنن، نه با قانونهای ما. نام قبیله زوآیاست. روح‌های وحشی آزاد دست نخورده بعد از هزاران سال. بدنشون با گل و خاک رنگ شده. زندگیشون با صدای باد و پروانه ها و پرنده ها میگذره. هر تصویری از این قبیله یک راز بزرگه. این مستند نادرترین تصویر ثبت شده ی انسان از اوناست. اگه آماده ای بیشتر در موردشون توضیح بدم و در ادامه ویدیو همراه من باش. همونطور که میبینید زوآیی ها هیچ محدودیت لباسی، پوشاکی، خوراکی و هیچ محدودیتی برای خودشون و هیچ قانونی برای خودشون قائل نیستن. اونها گروهی به جنگل میرن و کاملا گروهی شکار میکنن و هر نوع موجود زنده‌ای رو میخورن، از گیاهان و موجودات زنده. توی ویدیویی که در حال حاضر داریم مشاهده میکنی، زوآیی ها در حال شکار میمون ها هستند و از این مهمتر و گفتنی تر بهترین تیرانداز ها هستند، چون اونها از 3 سالگی در حال آموزش شکار و تیراندازی هستند. از نظر رفتاری و اخلاقیشون باید به این اشاره کرد که هیچ محدودیتی برای ازدواج ندارن. یعنی یک خانم ممکنه 4، 5 و یا بیشتر شوهر داشته باشه و بالعکس و کنار هم زندگی کنند. قابل توجه اینجاست که اونها زنده خوار هم هستن. یعنی ممکنه شکار خودشونو موقعی که هنوز زنده هست بخورن. همونطور که اول ویدیو توضیح دادم، یوتیوبری که سعی کرد این مسئله رو به دین و آیین ربط بده، این کار اصلاً از نظر کانال ما قابل هضم نیست، چرا که شعار کانال ما اینه که هر چیزو شفاف باید گفته شه. این قبیله چون از تمدن به دور بوده، به حالت خلق و خوی حیوانی زندگی میکنن و اصلا ربطی به پوشش و آیین و دین نداره. اونا فقط تنها حرفه‌ای که بلدن با چوب سرنیزه درست کنن و با چوب و تیر و کمان شلیک کنن. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو به صدا در بیاره که هر وقت ویدیویی گذاشته میشه اولین نفر باشی ببینی. برای دیده شدن ما ممنون از اینکه لایک میکنی و نظرتو برای ویدیوی آینده ممنون میشم بگی.